احتمالاً برای اکثر ما مقدونیه یادآور اسکندر مقدونی و حمله اون به ایرانه. سرزمینی که هم ابهت تاریخ رو تجربه کرد و هم فرمانپذیری امپراتوری‌های روم، بیزانس و عثمانی و هم تکه تکه شدن به وسیله همسایگان بالکانی خود. امروزه مقدونیه کشوری کوچک، ارزان، امن و پر از آرامشه که گردشگران زیادی از اروپا از این کشور دیدن می‌کنند. مقدونیه با نام رسمی جمهوری مقدونیه شمالی کشوری است واقع در جنوب شرق اروپا و در ناحیه شبه جزیره بالکان که از شمال با صربستان و کوزوو، از غرب با آلبانی، از شرق با بلغارستان و از جنوب با یونان همسایه است. مقدونیه در حدود 25,000 کیلومتر مربع مساحت داره، یعنی چیزی در حدود استان کرمانشاه. پایتخت و بزرگترین شهر کشور اسکوپیه است که در حدود 600,000 نفر جمعیت داره و در شمال کشور جای گرفته. اگر از بالا به این شهر نگاه کنیم میبینیم که از مرکز شهر یک رودخونه میگذره. میشه گفت که این رودخونه پایتخت رو نه تنها از نظر مساحت بلکه از نظر فرهنگی و سبک زندگی نیز به دو قسمت تقسیم کرده، به نحوی که گویا شما با حضور در یک شهر از دو شهر جداگانه دیدن میکنید. یک طرف مردم ظاهری اروپایی داشته، بناها بیشتر معماری غربی دارند و انسانها لباسهای بازتری میپوشند. غذاهایی که میخورند، کلوب‌ها و کازینوهایی که میرند و هر چیزی که به ذهنتون میرسه نمایانگر فرهنگ غربه. در طرف دیگه از هر دو نفر یک نفر ترکی صحبت میکنند و سبک زندگی اسلامی دارند که از فرهنگ عثمانی نشأت گرفته. مساجد زیادی در این منطقه وجود داره و غذاهاشون بیشتر شبیه غذاهای ترکیه است. اونطور که مشخصه اگرچه این مناطق از امپراتوری عثمانی جدا شدند، اما بسیاری از فرهنگ و آداب عثمانی در اینجا باقی مونده. مقدونیه تاریخ بسیار قدیمی داره که به هزاران سال قبل برمیگرده و اوج دوران خودش رو با اسکندر مقدونی تجربه کرده. اگر بخوایم به تاریخ معاصر مقدونیه اشاره کنیم، باید از زمانی شروع کنیم که مقدونیه و بخش بزرگی از بالکان جزئی از امپراتوری عثمانی بودند. در سال 1912 با تضعیف عثمانی و شروع جنگ‌های بالکان، سرزمین باستانی مقدونیه بین سه کشور یونان، بلغارستان و صربستان تقسیم شد. اون قسمتی از مقدونیه که سهم صربستان شده بود، بعدها تبدیل به یکی از جمهوری‌های کشور سوسیالیستی یوگسلاوی گردید. با فروپاشی بلوک شرق و یوگسلاوی، کشور مقدونیه هم در سال 1991 اعلام استقلال کرد. مقدونیه تنها کشوری بود که بدون خونریزی و با برگزاری رفراندوم از یوگسلاوی جدا شد. ولی یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون هم استان مقدونیه در خاک یونان بود. یونان از اینکه کشور جدید نسبت به سرزمین‌های شمالی یونان ادعایی داشته باشه هراس داشت و از همون ابتدا با ایجاد کشوری به نام مقدونیه مخالفت کرد. همه کشورهای اروپایی و سازمان ملل از کشور جدید با نام رسمی جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق یاد می‌کردند. اما خود مقدونیه اصرار داشت که من جمهوری مقدونیه هستم. همین اختلاف با یونان باعث شد مقدونیه نتونه به ناتو و اتحادیه اروپا بپیونده. نهایتاً در سال 2019 یونان و مقدونیه در مورد اسم با هم توافق کردند و نام رسمی کشور به مقدونیه شمالی تغییر پیدا کرد. با این توافق روند غربی شدن مقدونیه شدت گرفت و به ناتو پیوست. همچنین مقدونیه شمالی به دنبال اینه که به اتحادیه اروپا هم ملحق بشه. امروزه این کشور کمتر از 2 میلیون نفر جمعیت داره. اگر به ترکیب جمعیتی این کشور نگاه کنیم، میبینیم که 55% کشور مقدونیه‌ای، 25% آلبانیایی، 5% ترک و باقی جمعیت رو نیز دیگر گروه‌های اتنیکی تشکیل میدن. زبان‌های مقدونیه‌ای و آلبانیایی دو زبان رسمی این کشور هستند و زبان مقدونیه‌ای شباهت زیادی به زبان یونانی داره. مقدونیه‌ای‌ها اکثرا مسیحی ارتدوکس هستند و بیشتر مردم آلبانی تبار و ترک‌ها مسلمانان این کشور رو تشکیل میدن که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشن. از اونجایی که این کشور و همچنین پایتخت وسعت کمی دارند، در اینجا اثری از مترو و تراموا نیست.
در اسکوپیه به راحتی با پای پیاده میتونید از بیشتر نقاط دیدنی اون بازدید کنید. به همین دلیل هم دوچرخه و اسکوتر در این شهر رایجه. اگر هم کسی بخواد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنه، میتونه سوار این اتوبوس‌های قرمز رنگ 2 طبقه بشه. اتوبوس‌هایی که بیشتر آدم رو یاد لندن میندازه تا مقدونیه. در این شهر به هر طرف که نگاه کنید یک مجسمه میبینید. چندین پل زیبا بر روی رودخونه، فواره‌ها و مجسمه‌های فراوان تونستن یک عالمه جنب و جوش و شادی در مرکز شهر ایجاد کنند. مخصوصا پل مشاهیر که با مجسمه‌های فراوونش بسیار جلب توجه میکنه. هر کدام از این مجسمه‌ها برای مردم مقدونیه مفهوم خاصی دارند. اما مجسمه اسکندر به همراه جنگجویان مقدونی در میدان اصلی شهر از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. جالبه بدونید کشور مقدونیه این مجسمه رو به نام اسکندر ثبت نکرده، ولی همه میدونن که این هیکل متعلق به اسکندره. از اونجایی که محل تولد اسکندر یعنی شهر پلا الان جزوی از خاک یونانه. یونان اسکندر رو یونانی میدونه و به مقدونیه اجازه نمیده که این شخصیت تاریخی رو تصاحب کنه. یعنی اینکه سر تاریخ 2300 سال پیش حسابی با هم مشکل دارن و خیلی بعیده مقدونیه بتونه جزو اتحادیه اروپا بشه. همچنین مجسمه و یادبودهای مادر ترزا رو در نقاط مختلف اسکوپیه میشه مشاهده کرد. مادر ترزا این انسان دوست آلبانیایی در اسکوپیه به دنیا اومده، ولی بیشتر عمرش رو در کلکته هندوستان زندگی کرده. 3 کشور مقدونیه، آلبانی و کوزوو سر اینکه مادر ترزا کجاییه اختلاف دارن. خانه‌ای در اسکوپیه به معرفی مادر ترزا و فعالیت‌های بشردوستانه‌اش که منجر به دریافت جایزه صلح نوبل شده میپردازه. این مردم پرچم زیبایی نیز دارند. مقدونیه در بیشتر سال آب و هوایی آفتابی داره و به همین دلیل هم از نقش و نگار خورشید تابان در پرچمشون استفاده کردند. مردم در اینجا در اوقات فراغتشون به کافه ها سر میزنن. ساعتها در اونجا نشسته و با دوستاشون صحبت کرده و قهوه میخورن. اگر به ظاهر این مردم دقت کنیم میبینیم که به ظاهر خودشون بسیار توجه کرده و بسیار شیک به نظر میرسن. فقط علیرغم این که این کشور از افراد جوان و زیبای بسیاری برخورداره، پس از مدتی جوانانش رو از دست میده. جوانان پس از رسیدن به سنین خاصی مقدونیه رو ترک کرده و راهی کشورهای پیشرفته تر میشن. نرخ بیکاری در مقدونیه در حدود 30% که رقم بالایی محسوب میشه. به عبارتی این کشور خیلی توسعه یافته نیست و نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی عقبه. تنها با گردشگری و تولیدات کشاورزی نمیشه انتظار توسعه داشت. جدای از این در مقدونیه کازینوهای زیادی هست و یکی از منابع درآمدی این کشور محسوب میشن. در اینجا بازنشستگان تا 150 یورو و شاغلین درآمدی تا حدود 500 یورو دارند. واحد پولی کشور دینار مقدونیه است و هر یورو تقریباً معادل 60 دیناره. این کشور به عنوان هدف گردشگری اروپا گزینه مناسب و ارزونیه. به عنوان مثال یک غذای مناسب در این کشور در حدود 150 دینار مقدونیه هزینه داره، یعنی چیزی کمتر از 3 یورو. متاسفانه مقدونیه در ایران سفارت نداره و باید قبل از سفر ویزای مقدونیه رو با مراجعه به یکی از سفارت‌هاش در ترکیه یا امارات تهیه کنید. اگر قصد مهاجرت به این کشور رو دارید، با ازدواج با یکی از دختران زیبای مقدونیه میتونید اقامت این کشور رو به دست بیارید، مخصوصاً که در این کشور دختران مجرد زیادی هم هست. از طرف دیگه با حداقل 25,000 یورو سرمایه گذاری و یا خرید ملک نیز میتونید اقامت این کشور رو داشته باشید. در مقدونیه بیشتر محصولات کشاورزی رو خودشون تولید میکنن و واردات آنچنانی ندارند. به همین دلیل هم اگر در اونجا اقامت داشته باشید میتونید میوه ها و سبزی ها رو به قیمت های بسیار مناسبی تهیه کنید. بازار قدیمی شهر از جاهای دیدنی اسکوپیه است و مملو از تاریخ، سنت، فرهنگ و معماریه. این بازار دارای فضایی از دوره عثمانیه که با بناهای جدید روحی مدرن نیز در اون دمیده شده.
مقدونیه به دریا راه نداره و تنها در قسمت جنوبی این کشور دریاچه معروف اوهرید جای گرفته که بخشی از مساحتش هم در کشور آلبانیه. گردشگران در این کشور بیشتر از 2 شهر دیدن میکنند. یکی از اونها اسکوپیه پایتخت کشور و دیگری شهر اوهریده. شهر اوهرید شاید زیباترین شهر این کشور باشه. شهری در ساحل دریاچه با خونه‌های سفید و سقف قرمز، کوچه‌های سنگفرش و تنگ، کمی مسجد، یک عالمه کلیسا و صومعه و تا دلتون بخواد کافه و رستوران که صندلی‌هاشون رو توی کوچه و خیابون گذاشتن. شهر به قدری زیباست و تاریخ غنی داره که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. اوهرید با 5000 سال قدمت جزو اولین سکونتگاه‌های انسان در اروپا است. این شهر با قرار گرفتن در مسیر روم به قسطنطنیه اهمیت زیادی داشته و به اون لقب بیت المقدس بالکان رو دادند. در گذشته این شهر 365 کلیسا داشته که هر کدام برای عبادت در یک روز سال در نظر گرفته شده بوده. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.